رونمایی از بمب‌های پرسپولیس. اخبار نقل انتقالات تابستانه رو از فوتبالی شو دنبال کنید. محمد امین کاظمیان در مورد پیوستنش به پرسپولیس گفتش که قرارداد من با پرسپولیس نهایی شده و این موضوع من بسیار خوشحال کرده و پرسپولیس بزرگترین تیم ایران و منم از بچگی پرسپولیسی بودم. عباس حبیبی هافبک سپاهان با پایان قرارداد قرضیش با شمس‌آذر به سپاهان بازگشت. دیشبم باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از عقد قرارداد بیفاما با پرسپولیس رونمایی کرد. سامان فلا و سامان تورانیان پس از پایان مسابقات جام حذفی به استقلال باز خواهند گشت و احتمال معاوضه تورانیان وجود داره. ورق برای محمد مهدی زاره برگشت. پرسپولیسیا با رقم درخواستی گلگهر برای پیوستن این بازیکن به سرخپوشان موافقت کردند. باشگاه استقلال هم به زودی از محمد دانشگر به عنوان یکی از خریدهای جدیدش رونمایی خواهد کرد و گفته میشه قرارداد دانشگر با استقلال 3 ساله خواهد بود. پایان تلخ حضور سعید صادقی در پرسپولیس. صادقی پس از 3 سال پرفراز و نشیب با دلخوری و حاشیه فراوان از پرسپولیس جدا شد. این بازیکن که این فصل زیر نظر گاریدو و سپس کارتال به تدریج به نیمکت سکو تبعید شد، در نهایت بی توجهی باشگاه و اظهارات کنایه آمیز او به سروش رفیعی خروج صادقی از پرسپولیس قطعی کرد. پایان پرتنش بر حضور بازیکنی که روزی ستاره نقل انتقالات بود. سایت اسپورت امارات هم مدعی شده که هواداران شباب الاهلی امارات خواهان برگشت مهدی قائدی به این تیم شدند.